گروه وکیلان به رهبری حزب روسیه عادل برای حقیقت سرگئی میرونوف طرح قانونی را پیشنهاد کردند که فعالیت شهروندان خارجی را در مؤسسه‌های طبی، داروخانه‌ها و مکتب‌ها منع می‌کند. لایحه در وبسایت پالاتای پایانی پارلمان نشر شده است. در توضیحات گفته می‌شود که وقت‌های اخیر مناسبت منفی روس‌ها به افزایش تعداد کارگران خارجی که تخصص ندارند افزایش یافته است. این به گفته مؤلفان لایحه قانون با جلب فعالانه ذخیره‌های علاوه‌ای مهنتی به کشور است. در لایحه قانون پیشنهاد شده است که جلب مهاجران در سمت‌های زیرین منع کرده شود. رسانیدن خدمات طبی در مؤسسه و تشکیلات‌های سیستم دولتی، نگهداری تندرستی، تحصیلات مکتبی، سودای چکنه داروواری، تاکسی‌های مسافربر و نقلیات بارکشانی. آمار نشان می‌دهد که ورود مهاجران به روسیه همه‌ساله افزایش می‌یابد. در لایحه معلومات سرریاست مسئله‌های مهاجرتی وزارت کارهای داخلی روسیه آورده شده است که طبق آن شمار خارجیان در کشور از 13.4 میلیون در سال 2022 به 16.9 میلیون نفر در سال 2023 رسیده است. یعنی شمار مهاجران 26% افزوده است. ادامه این خبر را شما می توانید از سامانه پرستیجی پیگیری نمایید.